خانه‌داری شغلیه که هیچ جا ثبت نمیشه. نه حقوق داره، نه اضافه حقوق، نه مرخصی، نه عید، نه عاشورا، همش مشغوله، 24 ساعت مشغوله، همه جوره مشغوله. هیچ کمالش قدردانی نمیکنه. آخه من چیکار کردی میگه؟ چیکار کردم؟ خانم 3 روز، فقط 3 روز برو خونه بابا اینا. 3 روز مهمونی برو قر نکن. برگرد یا خونه رو گند برداشته. به تعداد آبی خوردن لیوان رو کابینت گذاشتن. لیوان تموم شده، پیاله و کاسه آوردن. ولی نشستن بذارن رو آبچه کن. مادر تو خونه نباشه، خونه گند برداشته میشه. مادر کلفت نیست، مادر کنیز نیست، مادر بانو نور خونه است. شوخی نیست آقا. حالا بعضی خانم‌ها که شاغل هم هستن، اونا که دیگه خانه‌داری رو مضاعف میکنن. زن و شوهری پا به پای هم کار میکنن بیرون تا 5 بعد از ظهر. خب بعد 5 بعد از ظهر آقا میاد خونه، به خودش حق میده دراز بکشه، کنترل دستش باشه، میگه من کار کردم. ولی زن تازه خانه‌داری شروع میشه. این انصاف مرده؟ چون تو جامعه ما جا افتاده زن که کلفت کنیزه. اینو باید ذهنمو پاک بکنیم. همه باید تو خونه کار بکنن. وقتی همه تو خونه کار کنن، بچه‌ت هم میشه آدم شاکر. وقتی نمیگه مامان وظیفه ظرف شور، منم ظرف شدم. می‌خواستم بگم که شکرگزاری خونه‌مون شروع میشه. اونی که میتونه از مادر و پدرش تشکر، از زنش تشکر کنه، آدم درستیه. از خدا میتونه تشکر کنه. خانه‌داری شغلیه که هیچ جا ثبت نمیشه. نه حقوق داره